داستان‌های برگرفته‌اش از کتاب مقدس. داستان خیانت به عیسی. یهودیان هر سال عید پسر را جشن شگفت. یه جشن یادآور یشی است که خدا چون صدها سال قبل آوانی پستانش مصری بندگی و اسارت نجات داد. زمان عید پسر فرا رسد. به عیده تا یهودیان به یادش یاورد که خدا چون آوانش مصری بردگی نجات داد. 3 سال بعدش اولین موعظه و عیسی تعلیم به وتی شاگردان گوشت که لوتید به اورشلیم رود تا پسح عیدا بریشان جشن گید و برادن وتی جانا فدا کند. یهودا یکیش عیسی شاگرداند. مسئول دخل و خرج شاگرداند، اما فرد پولدوستی هستد و هر از گاه شا اموالان دزدید. بعد شایی که عیسی و آی شاگردان به اورشلیم رستند، یهودا به یهودیانی اعظم کاهن نزداش شد. پیشنهاد کرد که به عیسی خیانت کند و برای پول دهند و قتل نقشه و کشتند. سران مذهبی یهود به کاهن اعظم رهبری بابت به یهودای خیانت برای 30 دانگ نقره سکه دادش. درست طبق انبیای پیشگویان که اشاره گشتتش. یهودا موافقت کرد و پولا زرد. شاه هنگام به فرصتی پدا آورد که عیسی را بریشان تسلیم کرد. عیسی در اورشلیم عید پسر را همراه با وتی شاگردان جشن گرفت. به هنگام شام پسحی وارتن عیسی نان را به وتی دسته تاها گرفت و را تکه تکه کرد و گوشت یشرب گرت یمنی بدنند که به شما راه تا فدا و بید. یه عمل را بمنی یادا انجام دهد. به یه طریق عیسی لوتت نشان داد که بدن پراوان قربانی بید. سپس عیسی پیاله زرد و مقداری انگور آب برای ترد و بریشان داد و گوشت گرت یمنیوانند در عهد جدیدند که برای بخشتن شبه گناهان ریتگه بید. هرگاه شایی بورد یه عمل را بمنی یادا به جا بیارد. سپس عیسی به وتی شاگردان گوشت یکیش از شما به من خیانت کند. شاگردان حیران بودند و پرسیدش که چه کسی یک کارا کند. عیسی گوشت یکیش از شما به من خیانت کند. شاگردان حیران بودند و پرسیدش که چه کسی یک کارا کند. عیسی گوشت شخصی که اول من برای نان دهیم به من خیانت کند. سپس نانا به یهودا داد. بعد شایدی که یهودا نانا را زرد، شیطان برای تا داخل بود. آشادن شد که به سران یهود کمک کند تا عیسی را دستگیر کنند. یه حادثه به شبه تاها اتفاق کردند. بعد شغزا و عیسی و شاگرد به زیتون کوه سرا شدند. عیسی گوشت شبی شما نه تنها و کلت، چون کتاب آسمانی تاها نوشته بوده که خدا شوانگ جند و پس پراکنده و بیند. پتروس گوشت حتی اگر گردن ترا ترکنند من یک کارا و نکنیم. عیسی برای گوشت شیطان شما گردن آزمایش کند، اما من پته دعا کرتگون که تی ایمان شبین مرد. بزن کتابان دا صوبا یه شایی که کروی اسپانگ دند نا انکار کنه و حتی شکم نا درست نکنه. پتروس دوارک به عیسی گوشت حتی اگه من میرین ترا انکار نکنین. یه دیگه شاگرد هم یه رگش گوشت و بعد عیسی گوتی شاگردن به جد سیمانی باگا شد. عیسی به شاگردان گوشت مشغول دعا کردن بید که مبادا دچار وسوسه بید و بعد عیسی آوانه ترک کرد تا دعا کنند. عیسی 3 گشت یک دعا کرد. ای پدر من، اگر تی خواسته هستی رنج و زحمت جاما شمنی مقابل بزور، اما در یه مورد تاها لوتین تی اراده انجام بید، نمنی اراده. عیسی آنچنان دچار روحانی کشمکش شد که ون چو درشتن عرق قطره و به زمین سرا رید. خدا فرشته و دیم داد تا را تقویت کند. بعد شهر دعا و عیسی به وتی شاگردانی کنه که برگشت، اما آوان وابتن. زمانی که عیسی پس بومی انگشتا برگشت گوشت برخیزید باید روان. یش هم نی خائن شاگرد که کد. یهودا به سربازانی همراه و خانه خدای محافظن و کاهن اعظم یهود بوتی مشعلن به باگت وارد بودند. یهودا به عیسی طرف ها یاد و گوشت سلام استاد و را چوکت. یه علامتی حتی به سران مذهبی یهود فهمینید که کجام یکن عیسی هست تا دستگیری کنند. سپس عیسی برای گوشت یهودا آیا تگو بوسه به من خیانت کرده؟
زمانی که سربازان عیسی را دستگیرش کرد، پتروس وتی شمشیر کشت و کاهن اعظم خدمتکار راستین گوشا برد. عیسی برای گوشت وتی شمشیر غلاف کن. من توانین شوتی پسا درخواست کنین تا در یک لحظه تا هزاران فرشتک به امه کمک دیم دهند. اما من باید وتی پسه مطیع بین. سپس عیسی آمردین راستین گوشه شفا داد و بعد عیسی دستگیری گرد شاگرد جستند. داستانی برگرفته کتاب مقدس انجیل متی فصل 26 آیات 14 تا 56، انجیل مرقس فصل 14 آیات 10 تا 50، انجیل لوقا فصل 22 آیات 1 تا 56، انجیل یوحنا فصل 18 آیات 1 تا 11.